35 yards and more. Too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! سلام رفقا، خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از پادکست رادیو پنالتی. امروز اومدیم با اپیزود هفتم که راجع به حاشیه‌ای که کلا پول پوگبا داشته، تو حاشیه‌های بولدی که توی دوران کل کریرش داشته که آدم پرحاشیه‌ای هم بوده و امروز اومدیم راجع به اون صحبت کنیم و راجع به دوپینگش که الان 4 سال محرومه و به خاطر دوپینگ دیگه نمیتونه 4 سال بازی کنه که مفصل مملی قرار راجع به این صحبت کنه واسمون. و امروز هم مثل همیشه هستیم با مملی و عرفان هم افتخار داد اومد و این اپیزود رو گفت همونطور که بهتون قول دادم عرفان هم قراره باشه تو اپیزود بعدی که اومد. و چطورین رفقا؟ همه چی رو بالا؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ میگم که اومدیم با سلطان پوگبا ایناست که بله استعدادی که به سگ رفته واقعا قدر خودتون رو بدونید که نه بدونید البته ما جایی هستیم هیچ گوی نمیشیم ولی خب در کل بدونید بالاخره آدم با قدر نعمتایی که خدا بهش داده رو بدونه. بله آره بچه‌ها، آره اومدیم با یه اپیزود خفن از پوگبا، چیزای خوبی هم اومده داریم، فیلمی هم داریم واسهتون میزنیم لاولش که از این اپیزود بیشترین استفاده که میتونید رو ببرید. و آره دیگه بریم که خیلی عالی. حالا تا جایی که تونستیم یه سری توییت‌ها و یه سری ویدیوهایی که مربوط میشه به این حاشیه‌ای که راجع به قرار صحبت کنیم میذاریم. اول از همه یک استاتس کلی، یک آمار کلی از کل کریر فوتبال تا اینجایی که ما داریم خیلی خلاصه بگیم، بعد بریم عرفان واسمون چی آماده کرده. پول پوگبا کلا در تیم بزرگسالان تو دو تیم بوده، منچستر و یوونتوس، که سال 2011 2012 تو منچستر یونایتد بوده، 7 بازی داشته، هیچ گلی هم نزده. اما رفت یوونتوس که تو یوونتوس 178 تا بازی کرد و 34 تا گل زد تا سال 2016 منچستر خرید از یوونتوس پوگبا رو و 226 تا بازی کرد برای منچستر و 39 تا گل زد و 2022 هم دوباره به رایگان رفت یوونتوس و تا الان 12 تا بازی داشته، هیچ گلی هم نزده و حالا قرار نیست بازی هم بکنه واسه تیمش. 30 سالش الان و 4 سالم که نمیتونه بازی کنه، پس یعنی موقعی که برگرده 34 سالش میشه پول پوگبا و فرانسوی هم هست و برای کشورش هم زیر 19 سال بازی داشته که 6 تا بازی واسه زیر 19 سال انجام داده، 3 تا گل زده، 6 تا بازی واسه زیر 20 سال انجام داده که یه دونه گل زده و 91 تا برای تیم بزرگسالان بازی داشته که 11 تا گل زده. واسه فرانسه واقعا هافبک خوبی بوده. امسال تو سری آ کلا 2 تا بازی شروع کرده و 52 دقیقه جمعاً بازی کرده که هیچ کاری نکرده تو این بازی. و جام‌هایی که برده، جام جهانی رو برد با فرانسه و نیشنز لیگ رو هم فرانسه برد. پوگبا داخل منچستر پریمیر لیگ رو یه بار بردن، یه بار لیگ اروپا رو برد، یک بار کاراباو کاپ رو برد و یک بار هم کامیونیتی شیلد رو بردش. و داخل یوونتوس 4 بار جام سری آ رو بردن، 3 بار سوپر کاپ و 2 بار کوپا ایتالیانو رو بردن و مثل که توی زیر 20 سال هم قهرمان جام جهانی سال 2013 در ترکیه شدن برای زیر 20 سال فرانسه. و این بود از حالا آمارهایی که از پوگبا دیدیم. و اگه بیایم تو قسمت فصلهاش، بهترین فصلی که پوگبا از نظر نمره‌ای در کل دوران فوتبالیش توی یوونتوس و منچستر داشت سال 2016 2017 بود که 9 تا گل زد اون سال و 51 تا بازی کرد. داخل پریمیر لیگ 5 تا گل زد که عالی بود. پریمیر لیگ نمره 8 رو گرفت و پاس گلای زیادی هم داشت. تو اف ای کاپ 2 تا بازی کرد و اصلا خوب نبود همون سال. و داخل لیگ اروپا هم 15 تا بازی کرد و 3 تا گل زد به عنوان هافبک تیم و خیلی اون سالی که اروپا لیگو بردن عالی بودش. این بود کلا از پول پوگبا، استعدادی که واقعا خودش رو سوزوند. حالا بریم سراغ عرفان که با حاشیه‌اش با ژوزه مورینیو مربی منچستر یونایتد اون سال، چون یه دعوای خیلی شدید داشتن و کلی حاشیه کشید دوران، و ببینیم که
چه اتفاقی افتاده عرفان جان؟ چی شد اون موقع؟ آقا ما بخوایم در مورد پوگبا حرف بزنیم حرف زیاده. کلا بازیکن پرحاشیه‌ای بوده، حالا جز اینکه مثلا با بازیکن‌ها کل کل می‌کرد تو زمین یا مثلا کارهای مختلفی که بیرون زمین انجام میداده و اینا، بازیکنی بوده که در کل پرحاشیه بوده. با مربی بحث می‌کرده، خیلی کاری که مثلا بهش میگفتن انجام نمیداده، کارهایی که مثلا حالا وظیفش بوده رو خودش واسه خودش تصمیم گرفتی که چیکار کنه و اینا. مهمترین کاری که واسه پوگبا پیش اومد این که آقا یه روز پوگبا رفته سر تمرین دیده مورینیو بازوبند من گرفت، من دیگه کاپیتان نیستم. یه اومد با این وضعیت روبرو شدش. حالا بحث زیادی داره، مثلا یکیش مثلا داستانه زیادی داره. مثلا یه بار مصدوم شده، مورینیو گفته که آقا مثلا با این پزشک و با این پزشک که توی تیم هستن ما کارتو میتونیم راحت‌تر انجام بدیم. گفته نه، من واسه خودم پزشک خصوصی میخوام، دوست دارم که با اون کار خودم انجام بدم. 2 ماه مثلا مصدوم میده تو اوایل فصل، ضرر زده به تیم. یا مثلا یه شب مثلا یه استوری میذاره یا مثلا یه صبح بخیر میگه، یه حرفی میزنه، مورینیو بهش میگه که آقا تو چرا مثلا انقدر دیر مثلا توی فضای مجازی، تو فردا صبح تمرین داری، باید یه سر تمرین. بعد پویبا هم دوباره کشش میده، یعنی مثلا مربی بشه حرف منطقی میزنه، یه مشکل منطقی رو ازش مثلا نشون میده، میگه که نه. فرداش صبحش توییت میذاره که انگار بعضیا با سلام کردن منم مشکل دارن، پس از طرف پوگبا یک سلام بزرگ به هر کی که توی پیج من هستش، مثلا تو صفحه من هستش. کلا مشکل داشته با مورینیو یا حالا مربیای دیگه. دلیل اینم که مثلا یهو ولش کردن منچستر و یه بار باشه 5 ساله تمدید کرد، ولی از اونجایی که دیگه تصمیم گرفتن ولش کنن پوگبا رو و بزنن که تیم بعدیش خودش انتخاب کنه، بیشتر سر همینا بود دیگه. مسئولیتش هم خیلی طولانی بود، یعنی یه جا دیدم بازیایی که واسه منچستر کرده از مدل موهاش کمتر بوده، مدل موهایی که فقط عوض کرده مثلا تو مدت. اصلا کلا بازیکن این سیستم قانون مداری نبودش پوگبا. بازیکن قانون و مداری نبود دیگه، واسه پول اومده بود بیشتر، واسه پولم بازی میکرد دیگه، اون کار خوش میکرد، پول خوبی هم کلا میگرفت. دیسیپلین خوبی نداشت پوگبا. الان هم که دیدیم به خاطر به قولی دوپینگ دیگه نمیتونه بازی کنه 4 سال و این نشونه اینه که اصلا دیسیپلین نداشت، با اینکه خیلی استعداد خوبی بود. و توی فوتبال کلا قانون مداری و دیسیپلین خیلی مهمه و هر کی هم باشی باید به حرف مربیت گوش کنی. حالا مربیت بعد قلقم بود دیگه مجبوری، وظیفه یک بازیکن اینه که هرچی مربیش میگه بگه چشم، چه مربی چرت و پرت بگه چه نگه مجبوری این کار رو انجام بدی. و حالا پوگبا هم کلا قانونمدار نبودش. چیز دیگه ای هست تو این حاشیه مورینیو و پوگبا عرفان جان؟ والا من چیز زیادی ندارم. بالاخره اگه یه نفر کل مدت دنبال کرده باشه یهو مثلا یادش میاد مثلا مورینیو فلان حرف در مورد چیز زده یا مثلا فلان کار رو پوگبا کرده، اون ازش ناراحت بوده. مثلا همین که این کار رو میکرده اینقدر حالا با تیم ناسازگار بوده، باعث شده که اصلا نیمکت نشینش کنه. این بازیکنی که 100 میلیون پول بهش خیلی هم بهش حقوق میدن، اول کاپیتانی ازش میگیرن، بعد پستش ازش میگیرن میزننش نیمکت که مثلا چیز کنه، آب خنک بخوره به اصطلاح. خیلی هم عالی. آره کلا مورینیو و پوگبا زیاد با هم دعوا داشتن. این خوب هم به تیم ضرر میزد هم به بازیکن. بگذاریم از اون بریم سراغ قضیه دوپینگیش که همین چند روز پیش قولی خبرش اومد که 4 سال دیگه نمیدونه. خیلی مدت زیادی میگفتن که آقا این دوپینگ کرد و فلان اینا، ولی دیگه خبرش رسمی اومد که 4 سال نمیتونست درست کنه. محمد جان چه خبره؟ این قضیه چطوره؟ پوگبا از وقتی رفت یوونتوس دوباره، خب 12 تا بازی کرد، از همونجایی که اخبار دوپینگش اومد که مثلا وقتی مصدوم شد ازش آزمایشی گرفتن برای دوپینگ که خیلی هم میگفتن قرار مثبت بشه و مثبت هم شد. که وقتی این اتفاق افتاد باید حدودا روند 1 ساله‌ای تا دادگاهش طول کشید تا مشخص بشه چند وقت قراره محروم بشه. اصولا خیلی جالبه، مثلا اونانا که دوپینگش اومده بود کلا 1 سال و نیم تا 2 سال محروم شد.
ولی پوگبا 4 سال محروم شده و خیلی سن بدی هم هست دیگه. الان 30 سالشه، 34 سالگی، اصلا یه فوتبالش تموم شد. آخه یه و چیزی هست سامری، بالاخره سطح دوپینگ فرق میکنه آره دیگه. دیگه، مثلا میگم دقیقا یکی همین. تا یه حدی بوده، یکی مثلا یه حد بالاتر بوده. میگن پوگبا حتی تو منچستر هم چیز میکرده قبل اینکه بره یوونتوس اون آره، مسئولیت واسش پیش بیاد. میگن تو منچستر هم سابقه‌شو داشته. آره سابقه شو نه، ولی میگن که یه سریا فهمیدن این دوپینگ میکنه ولی تست ازش نگرفتن، مثلا معلوم شده چطوری. کلا پوگبا حالا یه ویدیو هم ازش در اومده بود که کلا مسئله داره با تست دوپینگ و وقتی مثلا میان ازش میخوان که دوباره باید تست دوپینگ بدی، اینجوریه که انگار اصلا حس خوبی نداره به این قضیه. Thank you, referee. Again. و تعداد دفعات زیادی هم تست دوپینگ داره اتفاقا. هم توی منچستر دوپینگ تست زیاد داده، هم توی دوره اول تو یوونتوسش. چون واقعا مثلا اینجوری بود که خیلی از نظر قدرت بدنی واقعا خفن بود دوپینگ پوگبا به نظر من. بعد کلا پوگبا حالا من یه چیزی هم می‌خواستم تو حرفای عرفان بگم یادم رفت، این بود که پوگبا بازیکنیه که واقعا خفن بود، هم از نظر بدنی خوب بود، هم از نظر تکنیکی، هم از خیلی نظر خوب شوت بود. زنی واقعا خفن بود این بازیکن. ولی اصلا چیز نبود دیگه، طبق اصول کار نمیکرد، همش دل بخواهی بود. مثلا اینجوری بود که خب یکی از همین اپیزودا بود که خود عرفان گفت همیشه دیر میومده سر تمرینا و کلا قانون مدار نبود و مورینیو همه میدونیم که خیلی رو این چیزا حساسه، با دل علی سر همین موضوع مسئله داشت، با پوگبا هم همینجوری. ولی خب سر پوگبا این دوپینگش که جوابش اومد که مثلا گفتن 4 سال محرومه، یه صحبتی کرده که گفته خب من هیچ وقت نه مکملی استفاده کردم آگاهانه که ممنوع باشه، نه کاری که مثلا عمل کردم و بیش از حد بکنم و اگه بتونم توی دادگاه درست حسابی بتونم کامل حرفامو بزنم، قطعا نظر دادگاه تغییر میکنه و من محروم نمیشم. و مثل این یارو چیزم زده، چی میگم، درخواست اینکه دوباره به پروندهش رسیدگی بشه رو داده که حالا باید ببینیم این دفعه این 4 سال تایید میشه یا نه. ولی خب هر چی هم که باشه احتمالاً دیگه فوتبالش به چخ رفته حتی اگه تاییدم نشه، چون میگه دوره مسئولیت حدودا نیم فصله داشت، یعنی که تا الان دیگه اوکی شده. ولی خب یوونتوس دیگه سخت بشه تمدید کنه باهاش یا تیمی بخوادش اصلا، احتمالا دیگه سر همین قضیه فوتبالش به چخ رفت و واقعا استعدادی بود که خیلی حیف شد. خب آره معمولا از واقعا. سن سی که رد میشن آروم آروم میرن تو دوران افت. این تو دوران افتش نه تنها دیگه بازی نمیکنه، اصلا آره. حق تمرین با تیمی رو نداره که اصلا مثلا بخواد با کلا تیم تمرین حق کنه. چیز هیچ گونه فعالیت فوتبالی رو نداره. تو حتی بذار آره یه نهایت سالن بره بازی کنه نمیتونه. این نهایتا باید بره یه سالن واسه خودش درست کنه تو حیاطش، یه سالن مثلا آره، بهترین رفیقاش اجاره کنه، بتونن همونجا بازی. همونجا با خودش مثلا کارشو بکنه. ولی واقعا رسمی کاری نداره انجام بده. واقعا پوگبا خیلی خوب بود تو، مثلا لامصب یه سری گلاش اصلا من همیشه هم دوستش داشتم لامصبو، ولی خب آره دریبلاش واقعا. خیلی ناز بود. من دیبلاش، یادم پاساش، گلاش، واقعا استعداد فوق‌العاده‌ای بود که خودش رو حیف کرد و خیلی هم بازیکنان اینطوری بودن، فقط پوگبا نیستش، دله علی، لینگارد، خیلی از بازیکنان فوتبال خودشون رو حیف کردن و حیف خب واقعا. دیگه برنامه آدم اینجا دوست من تمام یه داره. شد. نظری دارم، نظر من اینه که حالا اگه این بازیکن واقعا به جای اینکه به فکر چیزای دیگه باشه، مثلا حتی دوپینگ کنه، اگه میشه خیلی جدی تلاش میکرد از بازیکنی که دوپینگ کرد، پوگبای دوپینگ کرده الان یه بازی پوگبای تلاش کرده خیلی خفن تر میشد. صد پوگبا همچین کاری بود. همین یه فصلی که کیا گفت خیلی خفن بود و خیلی از تیم‌ها لینک شد، به رئال مادرید لینک شد، به بارسا لینک شد، اصلا دوره که زیدان تو رئال بود میگفتن خیلی داره تلاش میکنه فوتبال رو بیاره. و اگه استعدادی بود که اگه یعنی یه ذره به خودش میرسید، مسخره بازی در نمی آورد، از اینه پارتی و توییت و این چرت و پرتا نداشت، یه بازیکنی بود که به نظر من حتی میتونست جزو کاندیداهای توپ طلا باشه. ولی
مصدومشون ندونست و مورینیو به واقعا نظر به من جای اینکه رو بازیش تمرکز کنه رو حاشیه‌اش تمرکز دقیقاً میکرد. و به نظر من مشکل از مورینیو نبود، چون دوره خیلی افتضاح پوگبا از مورینیو شروع شد دیگه. چون دیگه بازیش نمیداد یه مدت خیلی زیادی یا خیلی مشکل داشت. ولی به نظر من مشکل اصلا از مورینیو نبود. درسته تو خیلی از تیم‌ها مورینیو و خیلی از بازیکن‌ها مشکل داره، ولی بیشتر سر همون قضیه قانون مداری و اینکه مثلا حواست به کارت باشه، همه چی روی اصولی پیش بره است. مسخره بازی نداره کار با مورینیو، به خاطر همین بود خیلی مسئله داشت باشه. و و من یه نکتم بگم. چیزی که بود اینه که حالا ما گفتیم 2016 بهترین سالش بود، نمره بالایی هم گرفت. یه سال دیگه رو من دارم نگاه میکنم، سال 2018 19 و تنها دلیلی که مثلا این سال یکم کمتر بود فکر کنم پاسکالای کمتری داد. سال 2018 19 تو 47 تا بازی 16 تا گل زد که 13 تاش پریمیر لیگ بود، یه دونش اف ای کاپ بود، دو تاش چمپیونز لیگ. و تو سال 2018 19 هم خیلی خفن بود، خیلی رول بیشتر هجومی رو داشت نسبت به 2016 و واقعا 13 تا گل به عنوان هافبک تو پریمیر و لیگ اینو باید توجه کناری کنیم نبود. که خیلی هافبک خفنه. وسط بود، میدونی کم پیش میمد هافبک دقیقاً. سی ای ام بازی کنه. قشنگ یه هافبک وسط خیلی خفن بود. تو دوران سوئدشر بیشتر میومد جلو، قبل آره اون دقیقاً. عقب. آره این بود کلا از اتفاقات و حاشیه‌ای که پول پوگبا داشت و الان قضیه دوپینگش. فکر نمی‌کنم یه چیزی مونده باشه که راجعش صحبت کنیم که صحبت نکرده باشیم. تا جایی که بتونیم اگر تونستیم یه سری عکس از توییت ها و استوریاش اگه تونستیم قول نمیدم، ولی اگه تونستیم پیدا کنیم میذاریم توی ویدیو، حالا یا بین صحبتامون یا حالا آخر، ببینیم که چی میشه. و سخنی نداری نزدی دارم. نه همین فقط نه آقا. در رابطه با پوگبا، خب بالاخره چون قراره اخبار جدیدی هم ازش بیاد، حتما چنل تلگرامو داشته باش که از اخبارش دور نمونی واقعا. 100%. 100%. مثلا تلگرام دنیای دیگه است، اونجا باشین که از خبرهایی که خودمونم قراره کلی کار جدید قراره انجام بدیم اونجا باشین تا ببینیم چه خبره دیگه. این دنیا دستی که حالا دستتون در نکنه که این ویدیو رو دیدین. خیلی ممنونم از صاف یادتون همتون. نره. حتما ساب کنید چنل تلگرام و حالا جایی که پادکست هم میذاریم حتما دنبال کنید. خیلی ممنون دیگه، حرفی نداریم، دستتون در نکنه. فعلا خداحافظ. مرسی.